این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمایی که حسابی به دست و پا افتاده و میخواد هر طور شده نظام وارفتش رو سرپا کنه. وفاداری به نظام، به زبان، در اظهار، این چیز لازم و مفیدی است. هم لازمه هم مفیده. یا همه سیاست‌های کلی نظام رو در همین زمینه مورد بحث تایید کنند و حمایت کنند و مورد قبول قرار بدن. این لازمه. اما اینی که یه اختلاف نظرهایی وجود داره بین افراد، اینا رو غلیظ کنن که این مال فلان جناح، این مال فلان جناح، این حرفش اینجوریه، این مضر. از اون طرف وزیر اطلاعات گیجویچش هم به صحنه اومد تا قمپوز پیروزی در کنه. عملکرد نیروهای مسلح در جنگ 12 روزه چجوری ارزیابی میکنید؟ پیروزی ارزیابی کرد. پیروزی که به وجود اومد امروز آثارش رو توی دنیا می‌بینی. استفاده کنید. انشالله. اما مالکش اعظم با جوالدوز افتاد به جون بادکنک اقتدار اطلاعاتی نظام. بفهمیم نفوذ از کجا میاد. بفهمیم کاترین چکتوم چجوری اومد تو کشور ما. اینا رو چرا فراموش میکنیم؟ یعنی ببینیم که نفوذ اونچه که باعث شده جای فرماندهان ما رو به اسرائیلیا لو میدن و اونها دقیق میزنن، حتی با 2-3 تا تحرک بعدی بازم میان و میزنن. خب بدونیم از کجا اومده این نفوذ. از اون طرف زرشکیانم برای که هوای منویات عظما رو داشته باشه یه چنین خالی بست. چی که ما در این 12 روز به دست آوردیم به نظرم خیلی بیشتر از آن چیزیست که از دست دادیم، اگر بتونیم حفظش کنیم. از اون طرفم بشنوید از جست ملیگرایی سخنگوی زرشکیان و پاچه‌خاریش برای عظما. اگر بخوام به عنوان سخنگوی دولت چیزی رو بگم، خواهم گفت که انسجام ملی رو حفظ کنیم، آب به آسیاب دشمن نریزیم. ما امروز بیش از هر روز دیگری نیازمند انسجام هستیم، لذا فکر نکنیم که تند روی یعنی این که ما لزوماً پیرو خط ولایت هستیم. امروز ولایت میفرماید ایران میخوند، هوای ایران رو داشته باشیم. این طرف یادش رفته که سالا پیش عظما از زبون یکی از نیابتیاش اینطوری گفته بود: مع انه اليوم ما في بايران لا شيء اسمه تفاريس ولا حضاره فارسيه. الموجود في ايران هي الحضاره الاسلاميه الذي ومؤسس الجمهوريه الاسلاميه هو عربي ابن عربي. الان کار نظام ولایت به جایی رسیده که درباره 4 تا باند بلندگو هم با همدیگه وحدت ندارن، چه برسه به بقیه چیزا. جلسه آینده واقعش دارم میگم، اگر صوت درست نشده باشه بنده خطبه دیگه نمیخونم دیگه. یه فکری بکنن عزیزان، ماشاءالله یه استانید، یه شهرید. مکررم گفتم اگر نمیکنید اجازه بدید خودم انجام میدم، کاری نداره که 2 نفر دعوت میکنیم بیاد انجام بدید. دست از باند بازی سر این باندای صوت مسلح بردارید. آخه چه کنیم این کار؟ بله، زمین صفر شده و به هم شاخ میزنن. عظما توی این اوضاع و احوال بازم این دزد سرگردنه یعنی صدیقی رو آورد تو جمعه بازار تا از این روزه ها بخونه. این فرماندهان جدید گویا از اول آقا اینها را به قول عوام تو آب نمک خوابونده بود، برای اینها حساب باز کرده بود که یک لحظه، یک ساعت جبهه به خلأ فرماندهی گرفتار نشود. هم خبر تو خبر. مشنگستان این هفته رو با سفسطه بازی این دیپلمات تروریست نظام درباره غنیسازی شروع می‌کنیم. در اون
وقتی در وزارت خارجه سخنگو بودم یه کسی من گفت خب اینا حالا غنیسازی رو میگن میدیم تو بازار میشه خرید، شما چرا میخواین خودتون رو چیز کنید، خودتون انجام بدید؟ من گفتم والا یک سر کوچه شما چلو کبابی هست، شما آشپزخونه تو که تعطیل نمی‌کنی که، آشپزخونه هست غذا درست می‌کنی، هر وقت هم عوض کردی از بیرون غذا می‌خری. اینم عین همون غنیسازی. این که نشد که. ببینید این یکی هم تعارفات رو گذاشته کنار رو میگه غنیسازی چیه؟ بمب اتم باید بسازیم. ما میتونیم این ادعا رو بکنیم که در قبال آمریکا و اسرائیل بازدارندگی کامل داریم؟ اتحادهای ما در راستای کاملا همون مبانی رئالیستی بوده. رفتیم توی مرز دشمنمون نشستیم، دقیقاً کاری که آمریکا توی اوکراین و تایوان کرده. سوخت دادیم مثل آمریکا که الان تو اوکراین سوخت داد. خب سوخت دادیم، آره سوخت دادیم. خب بعد جایگزین کنیم، همینه دیگه. بله با چی؟ شما بفرمایید. بمب نسازیم، چی بسازیم؟ چی کار کنیم که الان از آمریکا بتونیم امتیاز بگیریم؟ شما بفرمایید. احتمالاً منظورش از بازدارندگی یه چیزی تو این مایه هاست. حالا بشنوید از این کارشناس مشنگ حکومتی که فکر میکنه اگه به بیدو بگه قارقارک بسیجی‌ها روحیه میگیرن. ما هم داریم بررسی میکنیم دیگه، نه مثبت نه منفی، ولی اون میاد گندش میکنه، در حالی که همین بیدوه در بین راه داشت گم میشد. یعنی یک دونه قارقارکی دارن با بیش از 35 سال سن، با چه بدبختی الان از اون 20 خورده بیدو فقط 7 تاش میتونه عملیاتی باشه، که هر یه عملیاتی هم که میکنه معنی نیست که برگرده. میگن توی فرودگاه هونولولو توی مثلا اقیانوس آرام مجبور شده بشینه، اونم چه مصیبتی داشته. بعدم برای اینکه کم نیارن رفتن و این قارقارک رو ساختن. آخری که سازنده این ماشینه، وقتی با این ماشین گاز بدی انگار صداش از ته آرشیو صدا سیما میاد بیرون و ایمیلی این ماشین در حدی که شما قبلی که بخوای تصادف کنی میمیری. مکانیزم سنسور ایربگاش هم انقدر حساسه که بعد از انفجار روشن میشن و نمایندگی فروشش هم دست راست بغل کافی شاپ در کمپ. همه این اتفاقات در حالی داره میفته که عظما نگران اسنپ بک هم هست. بنابراین اسنپ بک اونا ممکن اثرات روانی بر ما داشته باشد ولی اثرات واقعی نداره. میدونید چرا؟ چون ما که یه چیزی نداریم ما رو تحریم کنن. حالا مثلا الان تحریمایی که برمیگرده، تحریم‌های سازمان ملل، یعنی ما تحریم چی میشیم؟ هیچ چیزی به ما اضافه نمیشه. منتهاش ممکنه بعضی کشورها بهانه کنن بگن تحریم‌های مشروعیت بین‌المللی داره. این مجری مشنگ تیوی ریشم با این هارت و پورتا میخواد حال بسیجی‌ها رو جا بیاره. این گزاره شاید گزاره تندی محسوب بشه، اما واقعا اروپا 100 دشمنی کرد در این جنگ علیه ایران. یعنی رسانه‌ای، پشتیبانی، دیپلماتیک، نظامی، همه جوره وارد جنگ با ایران شده بود. ما باید به اروپا اعلام جنگ بکنیم. اینو که میگیم هرچی بقیه زور زدن که اوضاع رو آروم جلوه بدن، این مشنگ اومد و رشته ها رو پنبه کرد. بس یک نتیجه گیری کنیم. بحث مسئله غنیسازی بهانه است. در ارتباط جمهوری اسلامی بحث تسلیم تغییر نظام هست، بازگشت امریکا به ایرانه. دو مقدمه است برای اون طرحی که امریکایی‌ها از سال 2001 در منطقه دنبال می‌کردند، شکل دهی به یک خاورمیانه جدید. طبق معمول بوفالوی ولایت هم اومد و ترس اصلی عظما رو برملا کرد. از این نظام دینی اگر مردم دست برداشتن نصف روزه بلکه کمتر از 2 ساعت می شود این نظام رو براندازی کرد. این یکی هم در ادامه حرفای بوفالوی نظام خودش رو جلو انداخت و مکانیزم براندازی رو هم گفت. در داخل منافقینی که از قبل بمب برای خودشون آماده کرده بودند، اینا ناامنی ایجاد کنند، با این 2 کار مردم بلند شن و قیام کنن علیه حکومت و حکومت رو ساقط کنن. البته پاسدار قاسمی خیلی قبلتر از این حرفا
همین حرف رو خیلی واضح زده بود. یه عنایتی بکنید توی این مقطع فقط پدیده منافقین، یعنی مسعود و مریم و جماعتشون، برای نابودی کل انقلاب اسلامی از ابتدا تا کنون که توی آلبانی هستن و کجا هستن و اینها و تا توی پراکندگی که تا همین الان تو تمام وزارتخونه‌ها هستن دارن مأموریت انجام میدهند، خود این پدیده برای هدم انقلاب اسلامی کفایت میکرد و بس. یعنی پدیده منافقین که 17,000 شهید فقط در اینجا به نام این ملعون‌ها و خبیث‌ها ثبت شده. خلاصه که ترسشون از اینه که طوفان بیاد و بساط عظما رو جارو کنه.